ریش بلندی دارد و کلاهی بر سر. چیزی شبیه به گرز یا تبر را به دست راست گرفته و کمانی به دست چپ دارد. او شاه است، یکی از شاهان بومی باستان که بر سرزمینی حکم می‌راند که اقوام لولوبی در آن زندگی می‌کردند. چیزی حدود 4000 سال پیش و در سرزمین‌های کوهستانی غرب ایران، یعنی بخش‌هایی از کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی امروز. اقوامی که چیز زیادی از آنها نمی‌دانیم جز این سنگ نگاره از نرامسین، پادشاه قدرتمند امپراتوری اکد در عراق کنونی که لولوبی ها را اسیر کرده و فتح خود را اینگونه به تصویر درآورده. و البته مهمترین اثر به جا مانده از این قوم یعنی سنگ نگاره آنوبانینی، نام همان شاه سلاح به دستی که استوار ایستاده و در برابر او زنی قرار گرفته، زنی که ایزدبانویی باستانی است. شاه در کتیبه این سنگ نگاره او را ایشتار معرفی کرده، یعنی همان خدای مهم منطقه بین النهرین که برای اکدی ها و آشوری ها سرچشمه برکت و پیروزی بود و قبل از آنها هم با نام اینانا برای اقوام سومری ایزد جنگ و باروری. نقش این ایزدبانو در کنار شاه آنوبانینی از قوم لولوبی داستان نخستین سنگ نگاره به جا مانده از تاریخ ایران است. سنگ نگاره‌ای که چند سال پس از شکست سخت از اکدی ها بر کوه کنده شده و نشان از پیروزی شاه لولوبی در جنگی دارد که نمیدانیم چیست. شاه پای خود را بر شکم اسیری گذاشته و در زیر آن هم 6 اسیر دست بسته دیگر دیده می شود که یکی از آنها کلاهی متفاوت با دیگران دارد که احتمالاً نشان دهنده قوم اوست. ایزدبانو هم ریسمان 2 اسیر زانو زده را به دست راست گرفته و با دست چپ حلقه ای را رو به شاه گرفته که در دست اکثر خدایان باستان می‌بینیم و احتمال دادند که به معنای فرمانروایی بر زمان است. شمش خدای خورشید و عدل هم ناظر این کار است و نقش او بالای سر شاه و ایزدبانو ترسیم شده با این کتیبه به خط اکدی که در پایین سنگ نگاره و زیر پای ایشتار قرار دارد. آنوبانینی پادشاه توانای لولوبی نقش خود و ایشتار را در کوه پاتیر رسم کرده است و آن کس که این لوح را محو کند به نفرین و لعنت آنو، آنوتوم، بعل، بلیت، رامان، ایشتار، سین و شمش گرفتار باد و نسل او برباد رود. آنوبانینی سالهای سال روی کوهی قرار گرفته که حالا در شهر سرپل ذهاب کرمانشاه است. سنگ نگاره‌ای که به گفته برخی پژوهشگران حدود 2000 سال بعدش الهام بخش داریوش هخامنشی در نقر سنگ نگاره بیستون شد. نقشی که گوشه‌ای از تاریخ ایران را در 4200 سال پیش روایت می کند و روز به روز نقشش کمرنگ و محو می شود.